ما دعوت میکنیم با تماشای بازی چمپیونات کاف بین نوسان تا 16 ساله که امروز منتخب تا 16 ساله تاجیکستان بر ضد همسالان خویش از کشور افغانستان با میدان نبرد وارد میشود و ایسا می‌نود. الکی بازی شروع گردید. بینندگان ارجمند خاطر میکنم که قبل از همین رقابت الکی منتخب ایران ضربه زده میشود به طرف دروازه ما که ضربه برای دروازه‌بان خوفناک شد برای محمد عبدالهادی و از پا 70 حتی دروازه‌بان منتخب نوسان تا 16 ساله کشور پرتافت نوبتی بعد داخل جریمه گاه ضربه زده میشود. تا این نوبت خیلی و خیلی خوفناک بود و رشید نظری جمعی نوبتی بازیگران ما پرتاف بعد داخل جریمه گاه وضعیت خوفناکترین ضربه و دروازه‌بان سیو انجام میدهد. هجوم توانید ادامه یابد ولی اونجا آفساید هم بوده است. منصور غفورов در حالت بازی قرار داشت. در دقیقه 30 یک لحظه خیلی خوب گلزنی به میان آمد. اینجا آفساید بود. بله آفساید بود. حمله نوبتی ما و همین طور دوباره شکش بالا میگرداند. قسم ولی رقابت دستای تاجیکستان و افغانستان از دایره چمپیونات کاف بین نوسان تا 16 ساله با حساب مساوی 0-0 به انجام میرسد. دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوری اسلامی به نیمه دوم رقابت منتخب های نوسان تا 16 ساله تاجیکستان و افغانستان. پرتافت بعد داخل جریمه گاه امکانیت است. ضربه به طرف دروازه خیلی وضعیت خوفناک بود و از خط دروازه بازیگران کشور افغانستان این حالت را برطرف کردند. میتوانیم بار دیگر توجه کنیم از کنار پرتافت خوب اجرا کرده شد. پس اینجا ضربه به طرف دروازه دیده شد و ببینید که چگونه از خط دروازه تو برو علیرضا رحیمی زده دور کرد. امکانیت نوبتی برای بازیگران ما ارسال به طرف جریمه گاه ضربه اجرا کرده می شود و دروازه‌بان ما خیلی عالی بازی کرد. بعد از این سه باید کوشش بازیگران ما بیشتر شود چون که دروازه ما واقعا از گل مقرر نجات داد. پرتافت به خط هجوم امکانیت برای فوتبالبازان کشور افغانستان و خوشبختانه برای دروازه‌بان ما اونجا اندک اشتباه کرد در قبول توپ فوتبالباز افغان و این وضعیت به برای جنب شد. بعدم دروازه‌بان اشتباه میکنه در توپ پرتایی. حمله جریان خواهد گرفت. پرتافت بعد داخل جریمه گاه امکانیت ضربه زنی و که بلندتر پرتافت اجرا کرده شد. برای همینم فوتبالبازان نورسی ما به توپ نرسیدند. نوبتی ضربه به طرف دروازه خیلی ضربه خوب زد ابوبکر سلیمانوف ولی دروازه‌بان منتخب نوسان افغانستان منصور نورزایی توانست همین حالت را برطرف سازد. میتوانیم بار دیگر به صحنه تکرار متوجه شویم که خوب ضربه زد کاپیتان منتخب نوسان. با همین نصداشته که دوباره بالا می شود بازی منتخب های 16 ساله تاجیکستان و افغانستان از دایره چمپیونات کاف بین فوتبالبازان تا 16 ساله با حساب مساوی 0-0 به انجام می رسد.